به نام جانبخش نوربخش هستی. سلام علیکم. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این چنل یوتیوب من. مجتبی آرمن هستم، دکتر ترید، و قراره که اینجا یه مقدار خودمونی تر، راحت تر با هم دیگه صحبت بکنیم، بیشتر با هم بتونیم حرف بزنیم، چون اصلا اینجا پلتفرمش جوریه که میشه بیشتر صحبت کرد و خیلی خوشحالم که قراره یه مسیر خیلی جذاب رو با هم دیگه شروع بکنیم. توی این ویدیو من میخوام در رابطه با خطاهای شناختی موقع ترید کردن صحبت بکنم. یعنی چی؟ خب یکی از مشکلاتی که ما موقع ترید کردن داریم اینه که یه وقتایی یه کارایی میکنیم که اصلا دست خودمون نیست. مخاطب این ویدیو عزیزانی هستن که بالای 1 سال تو مارکتن ولی هنوز به اون درآمده نرسیدن، هنوز با سایکولوژی و روانشناسیشون مشکل دارن، و حالا عزیزانی که تازه میخوان شروع بکنن، شما اول باید برید سراغ آیتم‌های دیگه، تکنیکال، استراتژیات، پلن، این داستان‌ها. این ویدیو مال بحث روانشناسیه ولی ببین بد نیست، تو تمریناتت به دردت میخوره. اگر داری تمرین میکنی حواست باشه که درگیر این خطاها نشی. در کل فکر میکنم که این ویدیو خیلی میتونه به افزایش راندمان شما و به کم کردن تعداد حد ضرراتون کمک بکنه، و برای اینکه شما بتونید سوداتون رو بیشتر و بهتر حفظ بکنید، الکی حد ضررهای الکی نخورید، این ویدیو قطعا میتونه به کارتون بیاد. ما میخوایم راجع به خطاهای شناختی صحبت بکنیم. خطای شناختی اصلا چی هست؟ خطای شناختی، قبل از اینکه بخوام راجع به خطای شناختی صحبت کنم باید راجع به ناخودآگاه حرف بزنم. دیگه همه میدونن ناخودآگاه چیه و چه کارا که نمیتونه بکنه و قدرت دست اونه، و یه جایی اگر من بخوام یه مسیری رو برم، ناخودآگاه هم ساب کانشس مایندم بخواد یه کار دیگه بکنه، خب زور با اونه دیگه، اصلا یه تیکه از خدا و از این صحبت. خب این زور دستشه. ما آدم ها تو زندگیمون، توی هر قسمتی از زندگی، توی هر کاری، توی هر بخشی، یه سری کاگنیتیو ارور یا خطاهای شناختی داریم که اینجا دعوا میشه بین ما و ناخودآگاهمون. یعنی سر موقعیت ناخودآگاه میاد بالا، نمیذاره اون کاری که تو میخوای انجام بدی، کار خودشو میکنه، تو رو میبره یه سمت دیگه. حالا من چطوری میتونم این خطاهای شناختی رو کم بکنم؟ دیگه ما اسپسیفیک میخوایم راجع به در دنیای ترید با هم دیگه صحبت بکنیم دیگه، راجع به ترید کردن، ترید بازار فارکس، ارز دیجیتال و هر آیتم دیگه. خب حالا من چجوری میتونم این کاگنیتیو ارور رو کم بکنم؟ چجوری میتونم این خطاهای شناختی رو در واقع کمترش بکنم که درگیرشون نشم؟ وقتی بشناسمشون قاعدتا راحت‌تر میتونم هندلشون بکنم، و وقتی دارم یه کار اشتباهی میکنم متوجه میشم که این همون خطا شناختی است، پس انجامش نمیدم. یه چند تا خطای شناختی براتون آماده کردم، بنویسید. این ویدیو رو نگی من سیو میکنم بعدم میبینم، الان ببین، گوش بده، تو ماشینی هر جایی که هستی خوب ببین، همین الان ببین تا آخر کامل ببین. حالا بعدن بازم خواستی نگاه بکن، ولی حتما نوت برداری، حتما قرار نیست کاغذ قلم داشته باشی، میتونی که توی نوت گوشیت همین کار رو انجام بدی، ولی اینو میگم لطفا گوش بده، قطعا خیلی جاها درگیرش شدی. و اصلا کاری هم به ناخودآگاه نخواهیم داشته باشیم، اصلا مغز ما یه جوری طراحی شده که این یه جاهایی ما رو گول میزنه. من یه جاهایی میخوام یه تصمیماتی بگیرم که این میاد شدیداً تاثیر میذاره رو تصمیم گیری من، و ما به اینا میگیم خطاهای شناختی که مغز ما رو گول میزنه و باعث میشه ما یه سری کارهای دیگه انجام بدیم. پس من قراره توی این ویدیو راجع به خطاهای شناختی صحبت بکنم که بشناسیمشون، بتونیم رفعشون بکنیم، و راهکارهای مقابله باهاشون هم همینجا بهتون میگم. مورد شماره 1 کانفرمیشن بایاس هست، یعنی تاییدگرایی. تریدر فقط دنبال اطلاعاتی روی چارت میگرده که اون نظر خودش رو تایید کنه. یعنی میشینه پای چارت، خیلی بعضی وقتا ما فکر میکنیم دیگه ما اصلا نشستیم باید با نگاه اول متوجه بشیم که بازار کدوموری میخواد بره، انگار مال بابامونه، انگار ما رئیسشیم، و میشینه همینجوری. خب این به سعودی میخوره؟ نه، سعودی نیست. بعد شروع میکنه درگیر خطا شناختی میشه، شروع میکنه فقط دنبال اطلاعاتی میگرده و اطلاعاتی رو جمع میکنه که نظر خودش رو تایید کنه. آره دیگه، خب اینم که شکسته، که اینم داره رد میکنه، که اینم که اینجوری، آره پس این رد میشه. این بهش میگن تاییدگرایی.
یعنی طرف یه چیزی شنیده یا یه چیزی دیده یا یه چیزی احساس کرده و حالا دیگه فقط میگرده دنبال آیتم هایی که اون چیزی که من فکر میکنم درسته، فقط اینا دلیل، بعد براش دلیل پیدا میکنه. آره این حرف من رو تایید میکنه. حالا ممکنه در برابر یه دلیلی که اون پیدا کرده برای تایید حرف خودش 10 تا دلیل وجود داشته باشه که نه، ممکنه واقعا قیمت صعودی نباشه، نزولی باشه، ولی اینا رو نمیبینه، مغزش اینا رو فیلتر میکنه. من چجوری میتونم با این کنار بیام؟ چجوری میتونم اینو حل بکنم؟ یه تایمی رو تو تحلیلت اختصاص بده به این که خب امروز چه آیتم هایی میتونه به من ضرر بزنه، چه آیتم هایی میتونه باعث بشه قیمت در جهتی که من دارم تحلیل میکنم حرکت نکنه. من تحلیلم امروز سعودیه، سقف تریدینگ رنج هم شکسته، چه میدونم یه گپی دیدم که گپ فشار قیمت میتونه مثلا مثال سعودی بشه. خب اینا داره حرفا و تحلیل منو تایید میکنه، پس من امروز بستم رو صعود و خریدارم. امروز تو منطقه‌ای که هستم امروز خریدارم. حالا میام یه 3 دقیقه 4 دقیقه نگاه میکنم، میبندم و دنبال این اطلاعات میگردم که خب امروز چه چیزی میتونه باعث افت قیمت بشه. یه مقاومت سنگینتری سر راه هم نباشه، یه اصلا گپی که پیدا کردم مثلا گپ خستگی نباشه، و آیتم هایی که امروز میتونه باعث بشه تحلیل من فیل بشه اونا رو هم در نظر بگیرم. اینها مواردی است که به من کمک میکنه تا من بتونم ریسکم رو راحت‌تر کنترل بکنم. یعنی من نه تنها آیتمای خوبی که حرف من رو تایید میکنن رو در نظر میگیرم، بلکه اون مواردی هم که ممکنه باعث بشه من امروز حد ضرر بخورم و میبینم. در نتیجه هی اطلاعاتی که فقط خودم میخوام و جمع نمی کنم، یعنی اطلاعات بعدش هم میبینم. خب چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار خودم برای حد ضرر خوردن آماده میکنم و بهتر تو فضای احتمالات رفتار میکنم. پس مورد اول شد تاییدگرایی، که حتما یه تایمی بذارید مواردی که میتونه اون روز به شما ضرر بزنه و اون آیتم ها و سیگنال هایی که چارت داره خلاف جهت تحلیل شما بهتون میده اونا رو هم در نظر بگیرید. بعد اینم یادتون باشه شما هیچ وقت 100% نمیتونی از یه معامله مطمئن بشی، باش کنار بیا، اینو دیگه یاد بگیر. اصلا یه تریدر از مهارتش در فعالیت در فضای احتمالات پول در میاره. پس یاد بگیر تو فضای احتمالات کار بکنی. اینا آیتماییه که جهت تحلیل من رو تایید میکنه، میگه بله این حرف تو، تحلیل تو درسته. اینا هم آیتماییه که خلاف جهت تحلیل من صحبت میکنه و خلاف جهت نظر امروز منه. اگر این یه مقدار از این سنگین تر، یعنی این در واقع برعکس گفتم، اگه این یه مقدار از این سنگین تر بود، اینا آیتماییه که نظر شما رو تایید میکنه. اگر این یه مقدار از این سنگین تر بود، یعنی شما تا 60% 70% اطلاعاتی پیدا کردی که حرف تو رو داره تایید میکنه، اینا رو بنداز دور، کار خودت رو انجام بده. ولی اگر این ور سنگین تر بود و دیدی خلاف جهت نظر تو بازار حرفاش زیاده، پس اینو جدی بگیر، برو سراغ این آیتما. خلاص. خطای شناختی دوم، loss aversion یا زیانگریزی. ببین بالاخره باید باش کنار بیای. تو اومدی آموزش دیدی، تلاش کردی، تمرین کردی، رسیدی به یه دیواری، اینم مثل دیوارای قبلی، باید ردش بکنی، باید از روش بپری، باید سوراخش کنی، باید اینقدر روش کار کنی تا این برداشته بشه. بی خیال این شو که من معامله کنم ضرر نکنم. تو حد ضرر میخوری. روزی 10 بار اینو بنویس، من حد ضرر میخورم. هر روز که میشینی پای چارت به این فکر کن که امروز میتونه روز بدی باشه، من نمیدونم واقعا هست یا نیست، ولی این به تو کمک میکنه. تو هدفت پول در آوردن مگه نیست؟ تو با تلاش برای فرار از ضرر کردن داری بیشتر به خودت ضرر میرسونی. به 2 طریق. 1، اینقدر حد ضرراتو کم میگیری که اصلا بازار سریع حد ضرر تو رو میذاره، بعد میرسه به تارگت، اصلا جای حد ضرراتو درست در نظر نمیگیری به خاطر ترس از حد ضرر خوردن، که اینم ریشه تو حجم داره، راجبش حرف میزنیم. و بعضیا دیگه از اون ور میافتن، اصلا حد ضرر رو نمیذاره، یعنی دیگه این دیگه خیلی اصلا من دهنم بسته بمونه. حد ضرر رو نمیذاره که چی بشه؟ که حالا شاید قیمتی کوچولو بیاد تو ضرر، بعد برگرده ببرتش تو سود. بعضی حد ضرر رو میذارن کوچیک، بعضی اصلا نمیذارن، که دیگه یا کلا نابود یا نه من میدونم قیمت برمیگرده.
بی خیال ضرر گریزی بشید، حد ضرر بخور، ولی تو مدیریت ریسک و سرمایه‌ات کنترلش کن. ترمز دستی داشته باش، خروجای اضطراری تو پلنتو جدی بگیر. اگه واقعا اومدی پول در بیاری، اگر واقعا دنبال اینی که تو این مسیر پیشرفت بکنی، زیان گریزی، این احساس که من چرا حد ضرر خوردم، من اصلا چیکار کنم حد ضرر نخورم، فقط انرژی، زمان میگیره از تو و در نهایت هم چیزی برای تو نداره. تنها راهش اینه که فقط سیستم مدیریت ریسک و سرمایه‌ات رو رعایت کنی. ببین 3 تا آیتم تو برنده شدن تو تاثیر میذاره. 1. مدیریت ریسک و سرمایه. چند درصد؟ 70%. تکنیکال، پلن، استراتژی 20%. روانشناسی معاملاتی 10%. این 3 تا رو میخوای. هر کدوم اینا با همدیگه جمع نمیشه، اینا در هم ضربه. یعنی هر کدومش که نباشه نتیجه میشه 0. این نباشه نتیجه 0. این نباشه نتیجه 0. مدیریت ریسک و سرمایه‌ات رو بخوای نخوای باید رعایت بکنی بیشتر از بقیه آیتم ها، ولی با حد ضرر خوردن باید کنار بیای و بپذیری. اصلا وقتی میشینی پای چارت بگو خب امروز من اینقدر میتونم ضرر کنم، به محض اینکه ضرر کردی دیگه خدا حافظ. و این یه دیواریه که باید برداری. سخته؟ بله یه مقدار سخته، چون ضرر 2 برابر سود رو احساسات ما تاثیر میذاره. من بعد از کار کردن با بیش از 12,000 دانشجو چه در داخل و چه در خارج از کشور، این رو بارها به چشم دیدم که طرف من پیام داده که من امروز سود کردم. یه جمله، من امروز سود کردم، تمام. وای از اون روزی که حد ضرر بخوره. 20 تا جمله پشت سر هم، من حد ضرر خوردم، چرا اینجوری شد، چقدر بد شد. و من بهشون هم میگم چرا اون روزی که سود میکنی اینقدر نرمال از بغلش رد میشی که ای من سود کردم دیگه، ای بچه انگار خیلی نرماله. ولی روزی که حد ضرر میخوره انگار آسمون به زمین اومده. دوتاش یکیه. دست از ضرر گریزی بردار، آماده شو، بپذیر که یه روزهای حد ضرر میخوری. اگر مطمئن نیستی از استراتژیت، برو رو استراتژیت کار کن، بک تستتو بیشتر کن، فوروارد تستتو با دقت بیشتری بگیر، استراتژیتو یه ذره قوی تر کن، رو پلنت کار کن، ولی لطفاً دست به حد ضررت نزن و اون رو در جای درست خودش قرار بده. اگر از حد ضرر خوردن میترسی، حجم تو شدیداً کم کن تا خیالت از بابت استراتژیت راحت بشه. و یادت باشه که مدیریت ریسک و سرمایه وجود داره و قطعاً بهت کمک میکنه که تو در بلند مدت روزای بد بازار رو با ضرر کوچیک و روزهای خوب بازار رو با حد سودهای خوبت پشت سر بذاری و برآیندت مثبت بشه. مورد سوم over confidence bias هست، یعنی اعتماد به نفس بیش از اندازه. یعنی خدا نکنه که مثلا طرف 1 هفته 2 هفته مثبت بشه. یکی از دانشجوام اوایل کارش بود که من در کنارش بودم و بعد از 3 هفته، این 3 هفته پشت سر هم مثبت شد و یه روز سر کلاس به من گفتش که من اصلا استاد ترکوندم، اصلا دیگه بی‌نظیرم. یه جمله بهش گفتم منتظر یه ضربه سهمگین باش. و دقیقاً هفته بعد اول که آنلاین شد سر کلاس گفت استاد به من گفتی منتظر ضربه سنگین باشا، ضربه رو خوردم. ما وقتی میشینیم پای بازار فارکس، پای بازار ارز دیجیتال برای ترید کردن، حالا باز من رو فارکس خیلی تمرکزم بیشتره چون حالا به هر دلیلی الان حتما یه ویدیو راجبش میسازم. وقتی میشینی پای چارت، تو باید بدونی دور این میزی که نشستی بانک ها هستن، بانک های کوچیکتر هستن، هج فاند ها هستن، کلی آدم خفن دیگه هست. من کیم؟ مگه چقدر پول دارم؟ پس به هیچ عنوان من از اونا زرنگتر نیستم. آقای آرمن پس من چجوری برنده باشم تو این بازار؟ اصول تو تکرار کن خلاص. روز بعد قانونای خودشو داره، روز خوبم قانونای خودشو داره. در هر 2 روز من باید اصول خودم رو اجرا بکنم. روزی که خوبه یه معامله دیگه، 2 معامله دیگه، 3 معامله دیگه. روزی که بده همینجوری، این یکی دیگه خوب میشه، نه این یکی دیگه، 5می، 6می، 10می، 20می.
تو اصلا از بازار زرنگتر نیستی. اگه 2 هفته پشت سر هم سود کردی درگیر حس سرخوشی و اعتماد به نفس بیش از حد نشو. اون جایی که احساس میکنی خیلی خفنی 2 روز به خودت استراحت بده و دیگه معامله نکن. بعضی وقتا هم چون ما سودامون رو بر نمیداریم باعث میشه که این پول تو حسابمون میبینیم که با من چقدر سود کردم، این خودش باعث میشه که یه مقدار این خطا شناختیه خودش رو بزرگتر نشون بده. جایی که احساس کردی خیلی تو بازار خفنی، حتما یه 2 روز فاصله بگیر، حتما یه 2 روز بازار رو بررسی بکن ولی معامله نکن، معاملات قبلتو بررسی بکن، ژورنالتو بخون توی اون 2 روز استراحت و بعد از روز سوم به بعد ادامه بده. یه روز بعد دلیل بر این نیست که تو معامله‌گر بدی هستی، یه روز خوب هم دلیل بر این نیست که تو خیلی معامله‌گر خوبی هستی. همه چیز در برآیند مثبته، در ایجاد یک آورده مستمر مثبته. یعنی ممکنه من یه روز اصلا 3 تا عدد ضرر بخورم، ولی اگر واقعا استراتژیم سودده باشه در طول هفته، در طول ماه این میتونه مثبت بشه و این اصل داستان ترید کردن و پول درآوردن از تریده. نه که من بشینم وصلشم به کائنات، بخرم سود کنم، بفروشم سود کنم. به هیچ عنوان. اگه درگیر اعتماد به نفس بیش از حد شدی و احساس کردی خیلی خفنی، آماده باش و بهت پیشنهاد میکنم که 1-2 روزی استراحت کن. امان از این مورد، illusional control، توهم کنترل، که من دیگه نوستراداموس زمانه خودمم و الان دیگه من اینو دارم میبینم اونو دارم میبینم، همه موارد استراتژیم اتفاق افتاده، به به پس امروز روز منه، بذار ذره حجم من بیشتر کنم. اینا کاراییه که دیگه مثلا مثل بنزین تو آتیش ریختنه. هیچ کنترلی توسط ما روی بازار وجود نداره و نخواهد داشت. من هیچ کنترلی بر حرکت‌های بازار ندارم. ای داد بیداد، تا من فروختم این قیمت برگشت بالا، تا من وارد معامله میشم این فقط با من مشکل داره، یا برعکس بابا این همه آیتماش اتفاق افتاد چرا نرفت، چرا اون اتفاقی که من دلم میخواست نیفتاد. بازار به طمع کسی جواب نمیده، به کسی هم بدهکار نیست، کار خودشو میکنه، طبق قاعده قانون و ساختار خودش کار خودشو میکنه. اگر احساس میکنی روی بازار میخوای کنترل پیدا بکنی، این دقیقاً احساسیه که خود بازار داره به تو القا میکنه برای اینکه تو رو ببره تو ساید بازنده. هیچ کنترلی من روی چارت ندارم. برای اینکه از پس این مورد بر بیای، وقتی میشینی پای چارت به این فکر کن که من توی این بازار کوچکترین عضوم و فقط باید پلنم رو اجرا کنم بلند شم. هر لحظه ممکنه بازار بخواد منو زمین بزنه. فقط در صورتی بازار میتونه تو رو زمین بزنه که تو خلاف قوانین و اصولت رفتار بکنی که حالا راجبش صحبت میکنی. ولی جایی که احساس میکنی خیلی رو بازار کنترل داری، یادت باشه که اینجور موقع ها حد ضررایی که میخوری فشار روانی سنگینتری بهت میاره. شما باید از چند تا چیز فراری باشید. 1. اون کارهایی که باعث میشه تو بیشتر فشار روانی تحمل بکنی. 2. حد ضررهای بیش از حد که خودش دوباره فشار روانیه رو داره. اینا یه چند تا آیتمی که حالا اینا فعلا داشته باشید. جایی که احساس میکنی خیلی دیگه سواری و خیلی دیگه اوضاع خوبه، یادت باشه که اگه ضربه بخوری حالت بیشتر گرفته میشه. پس برو سراغ سناریوی بدترین حالت. بگو امروز بدترین حالت اینه که نمیشه دیگه، پس من اینجا باید این کار رو انجام بدم. و آماده خروج از بازار باش. آماده این باش که گرفتی، سودتو گرفتی، خدافظ. ضررم کردی به اندازش، بازم خدافظ. و جایی که احساس کردی که کنترل رو بازار داری و انگار دیگه کامل داری میفهمی الان فاز اینه، الان اینجا یه اتفاق میفته، افتاد فلان، اینجا جایی که دچار توهم کنترل شدی، باید خداحافظی بکنی، بری روز بعد برگردی. مورد 5، هرد منتالیتی یا اثر گله‌ایه. خیلی از دانشجوها به من میگن که بیا یه گروه بزنیم، مثلا با بچه‌ها در ارتباط باشیم. متاسفانه یکی از بدترین کارها ترید گروهیه. به خاطر اینکه ببین تو یه استراتژی داری، یه برنامه‌ای داری، یه مدلی به چارت نگاه میکنی، یه مدلی تحلیل میکنی که ممکنه تو اون مدلت امروز جواب نخواد بده، ولی نفر کناریت یا رفیقت یه مدل دیگه نگاه میکنه که مدل اون امروز جواب میده. قرار نیست همه هر روز سود کنن یا هر روز ضرر کنن. استراتژی تا 70% 60% ریت داره دیگه.
اوکی؟ حالا شما میای امروز مثلا فروشنده ای، بعد فقط خدا نکنه رفیقت، همگروهید یا کنار دستید بگه که امروز به نظرم یه بای خوب میشه بگیری، کلپس میکنی، کلن تموم میشی، کلن دیگه سیستمت میریزه به هم. تو سرمایه گذاری هم ما این آیتم رو خیلی داریم، همه دارن طلا میخرن، طلا، همه دارن دلار میخرن، بریم دلار بخریم، همه دارن سکه میخرن، همه دارن نقره میخرن. الان یعنی الان تو این تایمی که من دارم این ویدیو رو میگیرم تا اسم نقره بیاری همه میریزن. حالا کسی به نقشه‌بندیگیش و این آیتماشو به درصد سود و به مدت زمانی که پولت میخوابه و اینا اصلا فکر نمیکنه. نمیگم نقره بده، در جای خودش بر اساس ریسک پذیری تو، بر اساس اون انتظاری که از سودش داری دارم صحبت میکنم. ولی درگیر این نشید که همه کجا دارم میرم منم همونوری برم. کار خودتون رو بکنید، سیستم خودتون رو در نظر بگیرید، از مشاور کمک بگیرید، از مربی کمک بگیرید. طرف حاضره بره $10,000 ضرر کنه، $2,000 با یه مربی کار نکنه، $500 یه دوره آموزشی خوب نبینه. من داشتم این موردو به جد که طرف میگفت تو رو خدا مثلا من پول ندارم بیام آموزش ببینم، و دقیقاً 3 ماه بعد پیام داد که من 300 میلیون تومان رو تو سایت شرطبندی از دست دادم. و این یه مشکل، واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره. حالا من نمیخوام خیلی راجعش حرف بزنم، ولی آموزش ببینید. تو هر پولی که بابت آموزش، بابت مربی میدی، قطعاً 10 برابرش تو زندگیت برمیگرده، چون خیلی جاها اون خطاها رو نمی‌کنی، خیلی جاها اون اشتباهات رو نمی‌کنی، و قطعاً وجود این مربی در کنار میتونه بهت تو هر زمینه‌ای کمک بکنه. برگردیم سر بحث خودمون. پس یادتون باشه که در رابطه با بحث رفتار گله‌ای باید سیستم خودتو داشته باشی. و چه چیزی کمک میکنه که این سیستم شخصی بهتر بشه؟ ژورنال نویسیه، تجربیاتی که داری. لطفاً به ذهنت اعتماد نکن. یه نکته رو یاد میگیرید با نگی که خب اینو من دیگه الان متوجه شدم، من فردا اجراش میکنم، فردا یادت رفته. حالا تا دوباره به این مشکل بخوری دوباره یادت بیاد که دوباره هم نمی‌نویسی، دوباره هم همون اشتباه تکرار میشه. پس برنامه شخصیتون رو چک بکنید، مسیرتون رو چک بکنید تا اون سیستم شخصیتون روز به روز بهتر بشه. و قطعاً مسیر یک تریدر موفق هیچ چیز نیست جز تکامل. یعنی من فقط باید تو مسیر بهتر شدن و تکامل قدم بردارم، و هرچی این برنامه هی شخصی سازی تر بشه، هی خودت با سیستمت آشناتر باشی، رفتار چه در روزهای خوب چه در روزهای بعد بهتره. و اصلا هم کاری به بقیه نداشته باش، هر کی هر کار میخواد بکنه، من سیستم خودمو دارم و مسیر خودم رو پیش میرم. میرسیم به knowledge illusion، توهم دانایی. اونی که چیزی نمیدونه اوضاعش و آیندهش به مراتب بهتر از اونیه که فکر میکنه همه چیزو میدونه و اطلاعات ناقص داره. حالا چون تو یه دوره آموزشی دیدی، چون مثلا رفتی 2 تا دونه کتاب خوندی، دلیل بر این نیست که تو دیگه استادی، همه چیز رو بلدی. من خودم به شخصه با اینکه دانشجو دارم همیشه همه جا گفتم من عالمم به این که علمی ندارم. این یکی از رازهای موفقیت من در طول زندگیم بوده که من عالمم به این که هیچ علمی ندارم، و هرچی بیشتر یاد میگیرم واقعا بی سوادتر میشم. و هر موقع حتی سفرم که میرم یا مثلا این کتاب جدید میخونم، این دوره جدید که شرکت میکنم، حالا با قیمت‌های به مراتب گرونتر، هی میفهمم که ای داد بیداد چقدر بزرگه، چقدر ما عقبیم، چقدر نمیدونیم. بله، تو میری اصول رو از یک مربی خصوصی میگیری، یه دوره فول کورس خصوصی برمیداری یا یه فول کورس عمومی برمیداری که جامعه. ولی دلیل بر این نمیشه که تو استاپ کنی. تریدری که کتاب نمیخونه محکوم به شکسته. تریدری که یاد نمیگیره، تریدری که اطلاعات جدید کسب نمیکنه، بازارها رو دنبال نمیکنه، یاد نمیگیره، محکوم به شکسته. کتاب بخونید، به استراتژیت مسلطی، پلنتو نوشتی، بک تستاتو گرفتی، فورورد تستو گرفتی، الان یه هفته 2 هفته 1 ماه حسابت مثبت، دمت گرم، بیشتر یاد بگیر. برو یه آیتمای جدیدتر یاد بگیر، کتابای بیشتر بخون، روانشناسیتو قوی تر کن، روی ذهنیتت کار کن، ذهنیتتو بالاتر ببر. این که من به این فکر بکنم که دیگه همه چیزو بلدم،
این فکر میکنم که اگر کسی فکر میکنه دیگه همه چیزو بلده و تمام، این واقعا باید خودش رو یه دکتر نشون بده، چون اصلا امکان نداره که تو بتونی همه چی دان باشی، اونم با این دنیایی که هر سال اطلاعات داره تریپل میشه، داره 3 برابر میشه، 4 برابر میشه. در نتیجه بهتون پیشنهاد میکنم که مطالعه تخصصی و مطالعه عمومی، مطالعه تخصصی و عمومی در زمینه تخصصی کارت، ترید کردن، مثلا میرم تخصصی راجع به مثلا حجم میخونم، تخصصی راجع به فیبوناچی میخونم در لول‌های بالاتر، نه اول کار که شما قطعا به مربی احتیاج داری، شکی توش نیست. این صحبتم، این مورد برای اونایی که یه مقدار سابقه موفقیت دارن، مثلا طرف 1 سال 2 سال دیگه مثبت شده، حالا میخواد هی سقف ذهنی درآمدش رو بیشتر بکنه. و برای اونایی که حالا تازه میخوان شروع بکنن و احساس میکنن همه چی بلدن، اشتباهه. غالبا باید کارهایی که میتونی انجام بدی رو انجام بدی و مرتبا یاد بگیری. کتاب بخونید. نمیگم از این دوره، این خیلی فرق میکنه، نمیگم از این دوره به اون دوره، از این مربی به اون مربی. یه مربی خوب داشته باش، نتیجه اونو بگیر، مسلط شو، اون پولی که میخوای در بیاری رو کم کم ببین در بیار. وقتی دیدی همه چی اوکیه توی اون فضا، حالا میخوام فضا رو بزرگتر کنم، میرم سراغ یه سری آموزش‌های جدیدتر که بتونه به سیستم شخصی من کمک بکنه. من اگر آموزشی هم میبینم، نمیخوام چیزی که قبلا یاد گرفتم رو تغییر بدم، من میخوام اونو بهترش بکنم. یه اطلاعات جدیدی میاد، این اطلاعات فیلتر میشه، اونایی که به دردم نمیخوره رو حذف میکنم، اونایی که به دردم میخوره، به این سیستم میخوره رو میام بهش اضافه میکنم. این دوباره بهتر میشود. کتاب بخونید، عمومی بخونید، تخصصی بخونید، نیم ساعت عمومی در روز، نیم ساعت تخصصی، 1 ساعت عمومی، 1 ساعت تخصصی، و خودتون ببینید که بعد از 1 سال چقدر سبک و کیفیت زندگیتون تغییر میکنه. مورد بعدی انکورینگ بایاس یا اثر لنگره. ما بعضی وقتا میچسبیم به یک سطح، میچسبیم به یه عدد، میچسبیم به یه آیتم و دیگه بقیه آیتما رو نمیبینیم. من امروز میخواستم با این مقاومت معامله کنم، از دستم در رفته، معامله ها رو نگرفتم دیگه. حالا وای چرا نگرفتم؟ نه دیگه فرصتام رفت، تموم شد. یا مثلا من میخواستم بیت بخرم، روی $109,000 میخواستم بخرم، رو 95,000 تا میخواستم بخرم، حالا دیگه تموم شده رفته، نخریدم دیگه. من هر روز قصه بخورم، هی منتظر این باشم که دوباره قیمت برگرده همونجا، من همونی که از دست رفته بابا تموم شد، برو سراغ آیتم های دیگه. من طلا رو میخواستم 10,500 بخرم، وای الان قیمت مثلا 11 و خورده، چرا خود نخریدی دیگه، تموم شد، حالا برو سراغ تحلیل های جدید. الان چی کار کنم؟ وقتی یه فرصت، یه موقعیت در ترید کردن، در سرمایه گذاری از دست رفت، ولش کن. عزادار نباید باشم. یا مثلا طرف میره یه سهمی رو مثلا میخواسته بخره، خب نخریده، حالا رشد کرده، وای چرا نخریدم دیگه، تموم شد و رفت. پس وقتی که یه سطح، وقتی که یک موقعیت، یک پوزیشنی که براش برنامه‌ریزی کردی از دستت رفت، اشکال نداره. مثل بازیکنای فوتبال که یه عالمه تلاش میکنن گل بزنن، حالا گل نمیشه، حالا بشینن قصه بخورن که وای اون موقعیت چقدر خوب بود، دروازه تک به تک گل نشد. دوباره تلاش، دوباره حمله، دوباره سیستم همینه، زندگی همینه. پس اگه آیتمی از دستت رفت، لنگر نباشیم روش که نه فقط همون باید میشد، دیگه نشد دیگه خلاص. برو سراغ استراتژی های بعدی، آیتم های بعدی، سطوح بعدی، ببین چیکار. شاید نازم نیم ساعت استراحت بکنی، بازار دوباره فازش رو عوض بکنی، یه ساختار جدید برات به وجود بیاره، برو 2 ساعت بعد بیا، 1 ساعت بعد بیا. یا اصلا معامله هم نکردی، قرار نیست که حتما ما هر روز معامله بکنیم. اینا آیتم هایی که نیاز به زمان داره، ولی لطفاً به یه مورد نچسبید، به یه عدد خاص نچسبید، به یه مورد خاص. یا مثلا طرف من فقط یورو دلار معامله، من فقط داو جونز، من فقط یو اس جی پی وای معامله کنم. وقتی نمیگیری نتیجه، اصلا آیتمش زمانی که معاملهش میکنی لیکویدیتیش به نمیخوره، به مدل تحلیلتون نمیخوره، عوضش کن، نچسبش. که اینا همه تو بک تست و فوروارد تست قاعدتا باید مشخص بشه. لنگر نشیم روی چیزی. مورد بعدی ایموشنال بایاس هست، خطای کنترل احساس. وقتی که من درگیر یک احساساتی میشم، مثل اضطراب، مثل ترس، مثل طمع، تصمیم گیری در اون شرایط قطعاً دست من نیست. مخصوصا در ترس و اضطراب که ناخودآگاه من تصمیم میگیره و تلاش میکنه که من رو به سمت زنده موندن ببره و فکر میکنه که من باید کارایی بکنم که خیلی آسان‌تر و دقیق‌تره و دیگه اون برای خودش تصمیم میگیره و منو مجبور میکنه سری کارا بکنم.
وقتی احساس میکنی خیلی از نظر احساسی هورمونات تو بدنت زیاد شدن، خیلی دیگه واقعا درگیر طمع یا درگیر ترس شدی، اونجا دقیقاً جاییه که باید ببندی بری. یعنی اصلا به بعدش فکر نکن. بذار بدی نشونه بدم. یه جمله میاد توی فکرت، از مغزت رد میشه که اینجا دیگه دارم اشتباه میکنم، دیگه دارم زیاده روی میکنم. به محض اینکه اینو شنیدی، فکر کن خوابی و اینو که شنیدی باید بیدار شی. سریع لپتاپتو ببند، سریع گوشی خاموش کن، بنداز کنار و برو سراغ یه فعالیت مورد علاقت. برو سریع تلویزیون رو روشن کن، برو یه میوه پوست بکن، برو سریع تو کوچه یه قدم بزن، برو زنگ بزن به هر کی که دوست داری. جایی که احساس میکنی داری زیاده روی میکنی، اونجا درگیر این شدی که داری تو احساسات تصمیم میگیری. احساسات هم دیگه پایان ندارد. در نتیجه اون جایی که احساس کردی داری زیاده روی میکنی، سریع خداحافظی کن و یکی از این کارهایی که بهت گفتم رو انجام بده که درگیر این خطا نشی. هیندسایت بایاس یا اثر بعد از واقعه، این هم دوباره مربوط به اون عزیزانی که احساس میکنن خیلی نوستراداموسن، که وقتی یه اتفاقی میفته طرف میگه من میدونستم این اتفاق میفته. وقتی تو میگی من میدونستم، غیر از اینکه ممکنه درگیر یه سری خطاهای شناختی دیگه بشی که مثلا من خیلی خفنم، اینا رو بذاریم کنار، تو نمیتونی از اشتباهات درس بگیری. ما هیچ وقت هیچ چیزی نمیدونستیم، معما که حل میشه آسون میشه. ما هیچ وقت نمیدونیم، هیچ وقت کامل نمیدونیم. ما در فضای احتمالات کار میکنیم. چطور درگیر این خطا نشم و چطور هندلش بکنم؟ تحلیل تو اون روز بنویس، اون سناریوها تو بنویس و بعد ببین چه اتفاقی افتاده، چقدر اون تحلیل تو با اتفاقی که افتاده نزدیک بوده. وقتی 10 تا 20 تا 1 ماه اینجوری رفتار میکنی، کاملا متوجه جایگاه خودت و مدل رفتار بازار و بحث قانون 60-40 میشی. کاملا متوجه میشی که اینجا کجاست و تو کی هستی. پس جایی که من احساس میکنم که اینو که من میدونستم چرا از دست، اینجا داری به خودت فشار احساسی زیادی میاری. تو نمیدونستی، تو الان فکر میکنی، میخوای بگی من خیلی خفنم. نکن. چیکار بکنم؟ تحلیلت رو بنویس و بعد ببین چه اتفاقی میفته، با هم مقایسه کن. 1 ماه که این کار رو انجام میدی، کاملا جایگاه خودت و جایگاه و ساختار بازار رو و اینکه حالا مدلی که بازار رفتار میکنن رو میشناسی و دیگه هر روز تو با همین سیستم متوجه اون بحث احتمالات میشی و قاعدتا برآیندت هم مثبت‌تر میشه. مواردی که گفتم همش جز خطاهای شناختی بود که در ترید کردن خیلی میاد و باعث میشه که ما اون کاری که درسته رو نتونیم انجام بدیم. باید خدمتت عرض بکنم که ذهن بزرگترین دشمن تریدره. اگر فقیر باشه، اگر ذهنیت درگیر کمبود باشه و اگر درگیر خطاهای شناختی باشه، من بهت پیشنهاد میکنم از حجم تلاش برای یادگیری تکنیکال و سبک‌های مختلف کم بکنی و به این مورد تلاشت رو اضافه بکنی که برم ذهنیتم رو رشد بدم. حالا میتونه با خوندن کتاب باشه، میتونه با انتخاب یک مربی باشه، میتونه با انتخاب یک حتی سفر خاص باشه که ذهنیتم رشد بکنه، ذهنم رو بزرگتر بکنم، قویتر بکنم تا در هنگام معامله کردن بتونم راحتتر و بهتر اصولم رو اجرا بکنم. چون پول در آوردن از دنیای ترید فقط و فقط زمانی میسر میشه که من اصول رو انجام بدم، اصول رو یاد بگیرم و هر روز تکرار بکنم. همین. یعنی من وقتی میشینم پای چارت، فقط قاعده، قانون، اصول انجام بدم، بلند شم. بیشتر و کمتری وجود نداره و ما رو به نتیجه نمیرسونه. بعضی از عزیزان میگن که بابا اینا رو که ما میدونیم ولی انجام نمیدیم. عزیزم تو جدی نیستی که انجام نمیدی. تو نیومدی پول در بیاری، تو اومدی بازی کنی. اینجا رو یه فضای تفریح و شادی میبینی، اینجا رو مثل یه جایی میدونی که اومدی آدرنالین بدنتو ببری بالا. تو جدی نیستی. اینایی که میگن نه من نمیتونم، نه من، اینا همش صحبته. باید صادقانه بهت بگم که 1 ساعت با خودت خلوت کن و ببین رفتارهایی که در روزهای بد داشتی، در روزهایی که حالا بازار طبق استراتژی نبوده داشتی، بعدن وقتی بهشون فکر کردی خودت متوجه شدی که من نباید این کارا رو میکردم، میدونستم هم که نباید این کار رو بکنم، ولی اون لحظه به خودم گفتم بابا ولش کن، فوقش این پوله میره دیگه. اوکی؟
پس من بهتون پیشنهاد میکنم که یه مقدار جدی‌تر به این فضا فکر بکنید اگر میخواید واقعا ازش پول در بیارید. اگر واقعا دنبال موفقیت در فضای ترید کردن هستی، باید جدی‌تر عمل بکنی. اینجا جای بازی و شوخی نیست. اینجا جای این نیست که من بیام بخوام تجربه کنم. میخوای تجربه کنی باید بپذیری. تو دمو تجربه کن. ولی در حساب لایو اگر از مربی تاییدیه لایو گرفتی، دیگه جای شوخی و بازی نیست و فقط جای اجرای اصوله. اگر میخوام واقعا پول در بیارم، اگر واقعا میخوام از نظر مالی رشد بکنم، اگر واقعا میخوام به ثروت برسم، واقعا میخوام پولی در بیارم که برای آیندم، برای حالم برم اشغال بکنم، برم کیف بکنم، زندگیمو راحت تر بکنم. توی این ویدیو راجع به خطاهای شناختی صحبت کردم. حتما چنل رو سابسکرایب بکن، نظرت رو حتما برام کامنت کن. اگر سوالی داری توی کامنت ها برام بنویس، با افتخار جواب میدم. خیلی دوستتون دارم. حتما منتظر ویدیوهای خفن‌تر و جذابتر توی این چنل باشید، چون قراره که در کنار هم توی این مسیر بیشتر رشد بکنیم و بیشتر پول در بیاریم. دوستتون دارم.